تعمیرات ماشین های ما شروع میشه. چسب از کجا پیدا کردیم؟ چسب میخریم چون اینجا از اینجا صدا میده، از این تو هوا میره صدا میده، این آقا رو مرض میگیره وقتی صدا میده. این باز کردیم دیگه خب پس باز شبیه قصد نیسکوپی دارک فوت مثل شوری که ده چیه نینجایی ها آقا هنوز داریم میریم. کویر رو بستن، ما نتونستیم بریم کویر. بدین صورت همچنان ادامه خونه خیلی بزرگ توی شهر کوچولوی درنا رو انداختن، اما با اومدن رئیس پلیس بچه‌ها ما هنوز روز اول سفرمون تموم نشده، باز این کاپوت ماشین رفت بالا. آره دوستان آخه این طراحی ام وی ام چرا اینجوری آخه باتریش آخه اونوریه باتری 79 اینجا توی این ظلمات چهار نفری رفتن اونجا که باتری پوریا رو حساب کنن. آره خب بعد از چالش های فراوان دیشب رو که دیگه به کویر نرسیدیم، اینجا بودیم در صندوق بچینیم بریم به سمت طبس. پرسه سمی صندوق چینی. بچه‌ها الان این پادگانی که سمت راست می‌بینید این نقطه مرکزی ایرانه، مرکز ثقل نقشه ایرانه. نبودی ببینی چقدر سخت گذشته، هرچی الانم خوش داشت خوشم تهش یه لحظه، خیلی سخت گذشت روزام، خیلی بد گذشته، نمیدونم دیدم گذشته. دوباره شروع شد. بدن ماشین ما بازه، البته یه قطعه شکسته خریدیم جا میزنیم. باز کردم فکرم پینش روغنی شده. آقا این از ژاپن اومده داره. آقا از ژاپن کدومه؟ از اتاق من تمیزتر داخلش. انارک. این آدم بهش میاد که پشتش یه پروانه بشینه. آقا شل کنن از 30 یا 0 کنن. چی شد؟ چرخ شله؟ چی کنن؟ نمیدونم خودش هم نمیدونم. ماشین نه بخوام به ماشین میره به دنبال درخت برای سال تحویل. 112 و 18 دقیقه است. ما یه جا رو پیدا کردیم که درخت داشته باشه، بیایم بشینیم و سال رو تحویل کنیم. حفصین ما رو میتونه کسی معرفی کنه؟ بله بگو. ساج سبزه با گیره سر. خب اسمش چی بود؟ سیمچین. سویچ میتسوبیشی اصل. بیار جلو. فابریکی از ژاپن اومده. آره خیلی خوب متشکرم. این بالاش به عنوان سنجاقه، نوعی از سنجاق. گوشوار نیست. ساعت اسمارت. سنگ 100,000 ریال. بعدش فقط
صد یه ذره داستان داره. صد با صد نیست. به نظر منم داستان داره. پول سبز. پول سبز. پی چیه؟ اوکی. عالیه عالیه. عالیه. اوه سعید راست میگه. نه تو نمیخوا باشه. بمیرم برات. سبز پول آفرین. گیرکی میشه سبز پول. سبز پول راست میگه. پول سلامتی عدالت و آزادی برای همه. توی دعایی نکن که نشه. منتظر حدس بزنید چی شده. حدس بزنید. اینجا اول بهتون نشون بدم که لاستیک ما سیمش در اومده. ماشین بعدی رو سعید حدس بزن چی شده وایسادیم. ما یا شما؟ هر جفتمون. ما لاستیکمون سیم زده. این چی شده؟ این چه شده؟ چه ویژگی داره؟ ریب میزن. آره. بیابان خشک و بی آب و علف. در واقع توی شوره‌زار هستیم. بچه‌ها میگن دیگه ما نمیتونیم. چرا قبلا روشن کردیم؟ خفت و این لعنتی بزن پاره. آها ماشالله میگه با هول پایین داره کوبی. ببینید دیگه روم نمیشه ویدیو بذارم چون بازم خرابه. ساعت 5:36 است. ما از 8 صبح حرکت کردیم برسیم به تبس. هنوز نرسیدیم. بازم الان این روشن نمیشد. هول دادیم. این ریب میزنه نفس کم میاره. اینم لاستیکش سیم زده. آفتاب ولی خیلی خورشید، غروب خورشید قشنگی داره. بچه ها هم که خدا رو شکر چیزی که نداریم عقله. ما یه کاری میکنیم. نباید سیفونه بگیریم. یه جای سیف اگه تو از پیشم بری پنچرم. سفر خوبی برای شما آرزومند. چه غروب قشنگی. هیچ کدومتون نمیتونستیم بگید. سلام. شب بخیر. بودم اگه برگردی میبینی نشنم آرزوهای چشما میدونی اینجا توی خونه قلبی اگه بیرنگی گرفته بی تو دنیا. از شدت خشکی داری خودتو بخور میدی؟ این شمالی رو نبرین جای خوش. بالاخره جایی هستیم که تعمیرگاه نیست. ماشین بازی ولی پر آدمه. پرا چش کار میکنه آدم بکرا. توی کالجنی تو این شلوغی اینقدر اومدیم که رسیدیم جایی که هیچ کس جز بچه‌های خودمون نیست. کجا میری؟ برو. مرسی از توضیحات. چیز الله اکبر. چرا باید بریم تو سوراخ؟
خیلی خوب. باز یکی یه فتوایی داد هیچکی دیگه از مغزش به هیچ وجه استفاده نمیکنه. این خانم 1% استفاده کرده، اونم 3 ثانیه دیگه حرکت میکنه. برو که میدونم بالاخره میری. بیای بریم تو سوراخ. تهش به چی قرار بخوریم نمیدونم. آقا بعدش تنگه دیگه. چی بود براتون چیز کرده بودن؟ دیده بودن. آره اوکی. خوشحال شدی؟ کاکائو بدون لاکتوز. بدون لاکتوزه؟ اذیت هم نکرد. این بزرگی سارایی بچه‌های ما این تو میرن. چه خوشگله. بوی چی میده؟ از نزدیک بو کنی، خیلی بو کنی، یه بوی شبیه بوی بادکنک میده. بادکنک؟ حدس بزنین چی شده؟ یه سوراخ پیدا شد. کلور زدن که آلوده نباشه. آب ساخته یه شکاف ایجاد کرده اومده اینجا اینجوری فیلتر خورده. خب فضا رو درست کرده. بیشتر برام یه ذره توضیح بده. نردبونه به سمت پایینه. دارن یه چیزی پس پیدا میکنن. زیر اینجاست. من حس می‌کنم قبلا یه جایی بوده درست کردن ولی بعد بستن. نه این پله ها مال هم بیا بله اون پله هایی که اونجا هست تو دیوار یه سوراخی هست که من رفته بودم توش. درست. اونجا یه سری سوراخ هست داخل این دیواره ها. یه سری خونه هست. این دیوار از اونجا خونه اون یعنی یک نفر بوده. خونه های گبر نوشته دیگه. گبر اینجا زندگی. گبر یعنی بیدین. مثل اینکه شاید پسر راست میگفت یه تا خانه گبر گالجنی. اینم داخلشه. جن توش. این اونی که تو رفتی. اینا. اینم نقششه. چرا بس بسته بود؟ کاش ما هم میتونستیم ببینیم. درش قلف. آخرش میگه که اینا زرتشتی هایی که در اولش بهشون گبر میگفت. اول چی بود؟ اول چی؟ اسلام. گبر بودن دوران ابتدایی و میزیند. تو این روستای ازمقان 5-6 سال پیش اومده بودیم از یه خانم پیری خونه گرفته بودیم که الان اینجا نشسته. موقع هم خیلی پیر بود الان هم خیلی پیر. سنگین شروع کردیم. چرا خوشسالی زد؟ چه ایران نیست به دنبال اقامتگاهیم تو روستای اصفهک. نمیخوام بهتون بگم که یه بار دیگه ماشینمون خرابه.